تعویض لنت عقب ماشینایی که ترمز دستی برقی دارن با کابل و باتری و که به این صورت داره انجام میده این دوستمون، امکان داره جواب بده، ولی اصلا روش علمی و اصولی نیست. در ادامه با همدیگه بهتون میگم که باید چطوری لنت ترمز دستی ماشین هایی که برقی هست رو عوض بکنیم. لنت ترمز عقب ماشین هایی که ترمز دستی برقی دارن فقط با دستگاه دیاگ. شما با دستگاه دیاگ باید قسمت کالیپر رو فعال بکنین که موتور کار بکنه. الان من بهتون نشون میدم که به چه صورته. صدای موتور، کار کردن موتور رو میبینین؟ به همین صورت موتور داره کار میکنه و الان پیستون آزاد شده و میتونیم کالیپر رو به عقب هدایت بکنیم و لنت